میخوام که یه نون موزی خوشمزه درست کنم. صبح بخیر بچه ها، چطورین؟ من آماده شدم که برم سمت کلاس زبان. آخرین روزای کلاس زبانه، البته که بعدش چند هفته قراره که قانون آلمان رو بخونیم، ولی خب درس صحبت کردن و همین زبان آلمانی آخرین جلسه هاشه. چند روز دیگه امتحان دارم و سخت مشغول درس خوندنم. امیدوارم که قبول بشم چون امتحان راحتی هم نیست و اینکه همین دیگه الان آماده شدم برم سمت کلاس زبان و ببینم که چجوری پیش میره. این روزای آخر استادمون هی داره نمونه سوالا رو بامون کار میکنه یا مثلا بامون اسپیکینگ و اینا بیشتر کار میکنه. خلاصه همین دیگه. صبحونم خوردم، قهوه‌ام خوردم، الان برم کم کم سمت کلاس که ببینم چجوری میشه. Let's go. عصر که از کلاس زبان برگشتم، میخوام که یه نون موزی خوشمزه درست کنم ولی خیلی رژیمی و دستورش رو اینجا براتون بذارم. خیلی وقت هوس کردم ولی دستورش رو از دوستم گرفتم. خیلی رژیمی میخوام درستش کنم. نه شکر قرار داشته باشه نه روغن و به جای آردم احتمالا یا آرد بادوم میزنم یا اوت میل. حالا ببینم که چجوری میشه. فقط الان فکر کنم شیر نداریم تو خونه که برم شیر بخرم بعد از کلاس. این روزا هم هوا اینجا خیلی سرد شده. واقعا احساس میکنم دیگه کم کم وقتشه که زمستون رو بغل کنیم. هوا قشنگ خاکستری هر روز. امروز صبح که از خواب بیدار شدم شب بود، یعنی اصلا شب ساعت 7 صبح بیدار شدم، قشنگ شب بود و تا ساعت حدوداً 8 و نیم اینا من احساس میکردم که شبه و دارم کار انجام میدم. خلاصه که خیلی زود هوا تاریکم میشه از اون بر. من از این قسمت زمستون بدم میاد چون هوا خیلی زود تاریک میشه و من نمیتونم خیلی ویدیو بگیرم یا کاری بکنم در طول روزم، یا کلاسم یا کاری دیگه هم دارم انجام میدم، کار اینستاگراممو. ولی تا جایی که بتونم سعی میکنم که از این نور استفاده کنم و براتون ویدیو بگیرم. همین دیگه، بریم به سمت کلاس زبان. ما اومدیم استارباکس قهوه بگیریم. ستارباکس اومدیم ستارباکس. جای همه تو خالی، خواهیم قهوه بگیریم. سر راه رفتم از مارکت شیر گرفتم و وانیل چون این دوتا رو نداشتم و الان میخوام کیک درست کنم. کیک که در واقع نون موزی که خیلی سالمه. رسیپیشم براتون بذارم. تو راه که داشتم میومدم یه بارونی گرفت که اصلا وحشتناک بود. بعد سردم بود، منم چتر نبرده بودم، خلاصه کلی خیس شدم
و الانم هوا تاریکه، یعنی من هر وقت که برمیگردم خونه دیگه تاریکه. ولی چون بهتون قول داده بودم گفتم حتما ویدئوی نون موزی رو براتون بگیرم که درست کنید و تو فصل سرد خیلی خیلی میچسبه، همچین شیرینی گرم و خوشمزه‌ای رو و همینطور سالمی رو نوش جان کنید. بریم با هم دیگه درستش کنیم. 2 تا تخم مرغ، آرد، من از این آرد میخوام الان استفاده کنم، اوتمیل در واقع. من روغن نمیزنم، میخوام به جاش از این کره بادوم درختی استفاده کنم، موز له شده و رسیده که حسابی شیرین شده باشه و وانیل عزیزم هم یکی از موادشه. بریم با هم دیگه درستش کنیم. صبح بخیر. امروز شنبه است و اینجا تعطیله. ما تصمیم گرفتیم که بریم بیرون قهوه‌مون رو بخوریم، یکم شهرگردی کنیم. البته که من یه قرار کاری هم این وسط دارم، ولی خب گفتیم که با یه تیر چند تا نشون بزنیم، هم شهرگردی کنیم، هم کافیمون رو بیرون بخوریم و هم قرارم رو برم. خلاصه همین دیگه، با ما همراه باشین. من تازه از خواب بیدار شدم، همینجوری لباسامو پوشیدم، یه میکاپ کوچولویی کردم و لیتس گو به سمت شهرگردی، ببینیم که چی پیش میاد امروز. بریم امتحانش کنیم. Cheers. I wanted to get a refill, but I was too lazy to calculate. No, 280 was the wrong thing. 2,800. هر فیلتر نشده گرفتی برای من؟ نشد. چی فیلتر نشد؟ فیلتر نشده. نه من گفتم اینو امریکانو بده؟ من چندش رو از اینکی بیشتر دوست دارم، از
اون بالاییه که میرفتیم به نظرم خوشمزه تر بود. خواب تمرین قبقب اینه. برعکسش انجام بده. چند وقیه حالا اینو میگن دیگه. خب بچه ها امروز موهامو همجوری باز گذاشتم فر. دیشب همون بودم، امروز هم موهام فره. نه اتو زدم نه سشوار زدم. کلا این چیزا رو نمیزنم هیچ وقت. بعضی اوقات از این سشوار دایسون هم استفاده میکنم. بعضی اوقات همین دیگه. بچه ها نشستیم اینجا داریم قهوه میخوریم. بعد این آدم ها از جلومون رد میشن. بعد الان احتیاج به یه آهنگ ویگن داشتم که داشت پلی میشد. خیلی قشنگ میشد نه؟ آدم ها رد میشن چرا ویگن داری؟ نه منظورم کلا وایب قشنگی میداد. منطقیه. حیف که نداریم. ما اومدیم میدم بزنیم. خیلی امروز شلوغه با اینکه هوا سرده ولی بازم به شدت شلوغه. ولی خب میشه گشت شهر رو. قهوه من با خودم آوردم. همین دیگه بگردیم شهر.